برادران و تماشابینان کانال پروگرام تیجی، من در ویدیوی گذشته به شما فهمونده بودم که موزیک را یعنی mp3 فایل چه خیلی حجمش خرد کردن میشه. ولی در این ویدیو حجمی صورت چه خرد کردن من به شما میفهمونم با یاری پروگرام موسکا پرو. من این صورت ما امروز حجمش خرد میکنیم. سویست من میبینیم چند مگابایت 238 مگابایت حجم دارد. همینه یک بار با واسطه پروگرام موسکا پرو کنورتاسیا میکنیم، میبینیم که حجمش چقدر میشود. من این پروگرام موسکا پرو را سیلکش در زیر همین ویدیو موندگی هستم، در اومده سکچت کنید پروگرام را. به حد پروگرام خوبه برای خاطر حجمش خرد کردن. پروستا همین فایل همین صورت هم قاپیده وضع کرده آورده بالا این به میپرته. من открыть с помощью موسکا программа نمیشه سر میتیم allakay конвертация شد. این конвертация شدگیش اكو گوجو میره یعنی چخه میویمش میداریم دنج خودش به طور اتوماتیک وقتی اسنوکش میکنید پاپکای موسکا فوتو میسازه در رابطه استفاده پروگرامتون در گوشه باشد پاپکا در همونجا میسازه. میداریم داخلی پاپکا یک تعداد پاپکا 0000 این شماره پاپکا رو نشان میده. دوزی با یگان دیگه فایل عدل نکنید، اگر صورت عدل کنورتاسیا کنید با دیگه پاپکا 001 002 شده برفتن میگیرد. من میداریم 000 و حجمش اینه میبینیم. من سویست و من حجم این 92 کیلوبایت، حجم این بود که 2 مگابایت. از 2 مگابایت بروورد 92 کیلوبایت کرد. من کچیز باش یک بار میبینیم ولی چه خیلی این پروگرام وقت نمیشه واضح کریسپونش من این یک فایل با کنورتاسیا کردگیش میبینیم کچیزش چه خیلی هست. من این دو فایل میباشند یعنی اینش کنورتاسیا کردگی و اینش کنورتاسیا نکردم. من کچیزش من کچیزش قریب که کچیزشون فرق نمیکند. خوب برادرو دستگیری کانال ما باشید، در کانال پادپیساتسیا کنید. اگر ویدیو به شما مقبول شده باشد در زیر ویدیو لایک مونید. خیر تا درس‌های آینده.